دقایقی پیش شاید یکی از بدترین خبرهای ورزشی ایران در تاریخ ورزش کشور ثبت شد. با اعلام فدراسیون والیبال صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران در سن 26 سالگی چند روز بعد از اعلام مرگ مغزی صبح امروز از دنیا رفت. روح شاد، خدا به خانواده‌اش و به جامعه ورزش کشور، به همه والیبال دوستان، به همه کسانی که هوادار و تماشاگر والیبال در کشور هستند، به همه مردم ایران که شاید بشه گفت والیبال رو حتی بیشتر از فوتبال دوست دارند یا در کنار فوتبال والیبال رو هم همیشه دنبال کردند و مشوق بودند و بازیکنان رو از صمیم قلب دوست داشتن، تسلیت میگیم و جای این بازیکن بسیار خوب تیم ملی والیبال کشورمون همیشه تاریخ ورزش خالی خواهد ماند. روحش شاد.